پیروازی تشکی گله کی بالکش ورا پیشکش بکم تماشاوان نهجه اف 30 سالن از کار تلویزیون دکم 30 سال یعنی الپیشی اکران ما جوارا نوچه هم پیشکش دکم لیدوان 30 سال این کاری خوی تلویزیون دا من هی نوچه که وی آواهی پیشکش نکره هون رقم که الپشت من دمینن 15,000 چه 15,000 برمیل پترول هر روز و ریو بریا خسر بفروشه حکومت سوریه و بفروشه شامه یعنی و نبلاش بده شامه هر روز 15,000 برمیل پترول و بفروشه افجی لگور گریبسته که کو دنابر ریو بریا خسر و حکومت سوریه دهاتی چیکرن و لگورا و ری کفتنه لگورا و گریبسته و او پترول ورا فروتن گلگی بالکشه من گفت تجاران این شکی وها چی نبویا حتی نها حکومت سوریه پترول روز آوای کردستان اماش خورا دبر یعنی بلاش دبر لی ادی او تشتات تنه ادی و ریو بریا خسر هر روز 15,000 برمیل پترول بفروشه حکومت سوریه پترول سوریه کدره درد که پترول سوریه ل رمیلان درد که رمیلان کدره روز آوای کردستان هریما دیریکا حمکو یعنی جد شداده دیر زوره و جگلک جهندن اف پترول روز آوای کردستان یعنی روزانه 15,000 برمیل پترول و برین تانکران بچن مصفات یعنی رافینرین حمص و بانیاسه دی لوی داره و جبو آلیندن و وارن بلاف کرن براستی گلکی بالکشه سیاست شکی وهایه بنیره بری کو رژیم اسد بکوه خلکت شکیدن تخمین کردن پشتی رژیم اسد کت یکیش مراگو سیاست مداره کی کرد بو گوت دل بخوین تو دزانی پشتی کو اسد کت به وی آوایی کت و احمد شرع بو سروک سوری از وقت گهشتم کو متشتک ج سیاست فهم نکریه یعنی مثلا اوه بنیرن که تخمین دکر که باور دکر روزک و وره و کرد پترول خو بفروشن حکومت سوریه و افروتنا و پترول و گریبسته که تنابرا کردان و حکومت سوریه ده چی بود